یه جفت کفش، یه دونه نقطه زن بهت میدم، با پول یه کاپشن یه دونه ردیات بهت میدم و با پول یه دونه کچروال یه دونه اسکینر بهت میدم. 15 میلیون تومن، 8 میلیون تومن و 10 میلیون تومن. ثبت سفارش با شماره تماسی که براتون میذاریم هست. درود بر شما فالوورهای پیج باستانشناسی. ببینید دوستان، این آدم کلاهبرداری میکنه و دستگاهش که بنک در کردستان شروع به فروش دستگاه کرده در یه دفتر کوچیک. دوستان عزیز، دستگاه هایی که بخوان تا عمق 2.5 متر 2.5 متر برای شما عمق بزنن هلوهوش 150 تا 200 میلیون هزینه دارن و اینکه این دستگاه تا عمق 30 سانت بیشتر نمیزنه، یعنی شاید تو محل تست به شما تا 2 متر هم بهتون کسر عمق که نه ولی کسر طول بده با یک سیمی. اما دروغ توی عمق زنی 30 سانت میزنه. اطراف مهاباد، اطراف شاهینده، شهرستان ها این دستگاه زیاد میفروشن. یا همه که سرتون کلا نره، مراقبت کنید و اینکه اگه بخواید 30 سانت عمق هم بزنید شما میتونید با یه پین پوینتر یا نصب نرم افزار روی گوشی موبایلتون میتونید عمق 30 سانت رو بزنید. صادقی هستم. بدرود.